بکنم به دیوانه ها بیشتر خوش میگذره. درسته؟ اصلا به اونا خوش میگذره، اصلا به عاقلا خوش نمیگذره. زندگیشون جهنمه، تو زندگی خانوادگی جهنمه، توی کار جهنم. هر چی که تو به امروز به دست آوردم از اون بخش احمقانه وجودم به دست آوردم. اون بخشمه که بهم میگه برو تو، نترس، برو درست میشه، چک بده، نمیدونم بخر، بکن. چون اون نمیترسه، چون اون تمام زوایای منفی رو نمیبینه، چون هشدار به من نمیده که نرو، بازدارنده نیست، منو هول میده. هر کس باید دیوانه بشه که به جایی برسه. آدم نرمال به جای نمیرسه، دیوانه باید باشه. دیوانه و نباید خجالت بکشه که دیوانه ای. خب دیوانم، اون باید خجالت بکشه که خودش به عقل زده، اون خودش عاقل میدونه. تو زندگی که میگن آخه 2 + 2 = 4 میشه. آخه زندگی چرا میخوای بگی 2 + 4 میشه؟ من اصلا زندگی من میخوام زندگی باشه 2 + 2 = 7 8 9 آزاد باش. این بندا رو ببر. یعنی این ما خودمون رو زندانی کردیم با علم و دانه این و مقررات و زندگی و به این سلام بکن، به اون تعارف کن، به اون این بگو. دیگه زندگی نه، جهنم میشه این دیگه. این چه زندگیه؟